500 USDT که به ما آمده. پول ما دیپوزیت شده. این پول ما دیپوزیت شده آمده به ما. خیلی میریم سعی میکنیم اینه شما میبینین. سلام بچه ها، انشالله کجا صدمن سر حال باشین. در این ویدیو میریم پول خود از پلتفرم BHR بزنس میکشیم. اینجا ما $645 دارم. شما سعی بکنین ساعت در ای بالا در دشبورت من 9:49 دقیقه است. ما این حال ای پول میکشیم. شما ببینین که در چند دقیقه میایه. اول میریم اکاونت بایبت خود براتون نشان میتم. سعی کنین که من هیچ کدام پول در این ندارم. همیشه پولای خود که در بایبت میکشم باز از این ما ای پولا را در دیگه جای روان میکنم. به خاطر که به شما همیشه نشان داده بتونم. میریم در سر 3 دانه خط withdrawals. بالای withdrawals که کلیک کردیم اینجا توتال withdrawal ما $99.563 است. و نیو withdrawal که کلیک بکنیم اینجا ما براتون 500 مثلا withdraw میکنم. صحیح است. در اینجا میریم در کریپتو و اینجا اونمو پول نتورکش انتخاب میکنین. از هر پول دیجیتال که شما میخواین بکشین اینجا او را شما میتونین انتخاب بکنین. ما USDT BOP20 از این طریق همیشه میکشم که کدام فیس نداره. صحیح است. میریم خیلی در بایبت خود سر اسید میزنیم. اینجا دیپوزیت، بالای دیپوزیت که زدیم دیپوزیت کریپتو و اینجا ما USDT. صحیح است. اینال اینجا نتورکایش میه. ما در اوجا نتورک BOP20 را انتخاب کرده بودم. این را انتخاب میکنیم. این را کاپی میکنیم. کاپی شد. میرم در کمپانی در اینجا میندازم. امی والیت خود سابمیت میکنیم. اینال ویدرای ما موفقانه انجام شده که به مقدار اینجا براتون نشان بدم. به مقدار $500 امریکایی. خوب سعی تاریخش سعی کنین. 17 اینمی دقیقه که در ای بالا ساعت اگر سعی کنین در سکرین تلفنم 9:51 دقیقه است. پس منتظر می باشیم هر وقت که ویدرای ما اینی تو اپروف شد بر ما ایمیل در بایبت ما آمد و پول نشست کرد. اینجا خوب سعی کنین که ما کدام پول ندارم در اینجا. خوب هر وقت پول نشست کرد بعد از او براتون ویدیو همچنان میندازم و عکس ایمیل و عکس اپرووال میندازم که شما ببینین. پولی که من ویدیو کردم اینجا شما میتونین ببینین ایمیل بایبت ما است که چی وقت آمده. پولی که من ویدیو کردم 9:49 دقیقه بوده در ویدیویی که شما میتونین ببینین. در ادامه از او ویدیو اینا به ما پول آمده 2 دقیقه، یعنی در 13 یا 10 دقیقه پول ما 6 در اکاونت بایبتم که ایام ایمیل بایبت است.